دفتر نظارت حسابهای خارجی وزارت مالیه امریکا روز 20 ایول سال 2023 به ضد باز 5 بانک روسیه تحریم جاری کرد. در بین آنها بانک یونیستریم نیز هست. یونیستریم بیشتر با شبکه انتقال پولش معروف است و در پی اعلانهای تحریمات امریکا انتقال اسعار مهم خارجی از جمله دلار و یورو از طریق یونیستریم به کشورهای زیاد از جمله به تاجیکستان ناممکن شده است. در بانک یونیستریم به نشریه روسی ایزوستیا تصدیق کردند که الکی از 21 ایول انتقال پول توسط یونیستریم به دست کم 5 کشور گرجستان، ترکیه، یونان، کیپر و اسرائیل ناممکن شده. در تاجیکستان و ازبکستان پولهای از طریق این شبکه فرستاده شده را دیگر با دلار و یورو نمیدهند. در یونیستریم گفتند که در کشورهای دیگر هنوز مشکل ندارند، ولی اخیراً از قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان درباره جداً محدود شدن انتقال پول از طریق یونیستریم خبرها به دست رسیدند و طوری به نظر می رسد این شبکه در کشورهای دیگر اساسی در بازار پول فرستی از روسیه نیز دچار مشکل شده است. یونیستریم در برابر زلطه کرونا و کانتاکت در جمله 3 شرکت بزرگترین در بازار پول فرستی از روسیه قرار داشت و بعد آنکه بانک ملی تاجیکستان به زلطه کرونا برای ادامه انتقال پول به تاجیکستان اجازت نداد، محض یونیستریم موقع پیشتاز این شرکت محدود شده را در بازار پول فرستی از روسیه به تاجیکستان در سال از 2 تا 3 میلیارد دلار تشکیل می‌دهد به دست خود درآورده بود. و اما اکنون برخی بانک‌های تاجیکستان نیز به دلیل تحریمات امریکا علیه انتقال پول با دلار و یورو را از طریق شبکه یونیستریم منع کردند. چون این تصمیم گرفتنش را بعض پلیوس دست به تامین بانک اروند، بانک یکم مولوی خرد و تشکیلات خرد قرضی همو تصدیق کردند. این بانک ها گفتند که انتقال پول با روبل روسی را از طریق یونیستریم بدون یگان ممانعت قبول کرده استودند. بانک های دیگر هنوز تصمیم خود را در مورد یونیستریم رسما اعلان نکردند. در بانک ملی تاجیکستان گفتند که اجازتنامه یونیستریم برای انتقال پول به این جمهوری تا 27 فوریه سال 2024 عمل می کند و بانک ملی با یگان بانک جهت محدود کردن عملیات ها با یونیستریم یگان مشورت یا دستور نداده است، بلکه هر بانک در مسئله با کدام اسعار قبول کردن و دادن پولهای انتقال خودش مستقلانه قرار قبول می کند. مهاجران تاجیک از روسیه و کشورهای دیگر پولهای کار کرده خود را اساساً توسط بانک‌ها و شبکه‌های پول فرستی از جمله از طریق یونیستریم می‌فرستند. سال گذشته از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران تاجیک به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار پول انتقال داده شد. پولهای فرستاده مهاجران یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان به شمار می‌رود.